خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مبحث با آلودگی زیست شناختی و آلاینده های زیستی آشنا میشیم، همینطور که محیط اطراف ما، جامعه ما درگیر انواع بیماری هاست که از طریق میکروارگانیسم ها به ما منتقل میشن. بنابراین این مبحث بسیار مهمی هستش که ما در زندگی روزانمون بهش نیاز داریم و بیشتر اهمیت پزشکی داره. اما قبل از هر چیزی باید پیرامون آلودگی صحبت بشه و اینکه تعریف آلودگی اصلا چی هست. در واقع میشه گفت به هر اون چه که به واسطه فعالیت‌های انسانی یا طبیعی وارد محیط میشن و سبب ایجاد اثرات منفی، اختلال، مزاحمت و یا آسیب به اکوسیستم یا زیستمندان میشن، آلاینده میگن. در این ارائه شما با 5 سرفصل آشنا خواهید شد. یک، تعریف آلودگی زیستی چی هستش، آلاینده های زیستی درون آب، هوا و خاک، اشکال زیستی خطرناک، انواع سموم ارگانیک، گونه‌های مهاجم و نهایتاً بهداشت و همه‌گیرشناسی. اما تعریف مشخص خود آلودگی زیست شناختی در واقع این میشه که به موادی که در محیط زیست وجود دارن از جانداران زنده نشأت میگیرن و سلامت ما و سایر زیستمندان رو تحت تاثیر قرار میدن اطلاق میشه، که این آلاینده ها شامل تاکسین ها یا همون سموم، گرده گیاهان، انگل ها، گونه های مهاجم، حشرات یا اجزای پیکره آنها، قارچ ها، کپک های به خصوص، بسیاری از باکتری ها و ویروس ها، مو و پوست ورقه شده، بوزاق و اوره حیوانی است. اما اثرات آلودگی زیستی در 4 سطح قابل بررسی هستش. اولین سطح در یک فرد زنده به وسیله آلودگی داخلی توسط انگل ها و پاتوژن ها تحت تاثیر قرار میگیره. یک جمعیت به وسیله تغییر در خزانه ژنی دوره‌گذاری توسط گونه‌های بیگانه مهاجم با گونه‌های بومی یا همه‌گیری یک بیماری مثل شیگلا در کمپ پناهجویی. در واقع در سطح جمعیت ما با همه‌گیری مواجه میشیم و در یک جامعه یا بیوسنوز که به وسیله تغییرات ساختاری یا به عبارت بهتر غالبیت یافتن یک گونه مهاجم یا حذف گونه‌های بومی و یا عالمگیری بیماری هایی که سبب حذف افراد یک جامعه در مقیاس بزرگ میشه، مثل کرونا. و نهایتاً در سطح یک زیستگاه و یک بومسامانه یا اکوسیستم. در زیستگاه با تغییر شرایط فیزیکی شیمیایی در محیط و در بومسامانه با جایگزین در جریان مواد در چرخه‌های انرژی. اما اشکال زیستی خطرزا چی هستند؟ شامل عوامل مصری و عفونی، زیستمندان یا سازواره هایی که تولیدات متابولیزمی اونها یا حتی فسادشون باعث ورود بعضی از سموم به محیط میشه و برای انسان یا سایر زیستمندان آسیبزاست، مثل سیانوتاکسین ها، دینوتاکسین ها که از جلبک‌های سبزآبی هستن و فعالیت‌های متابولیزمی اونها آب رو سمی میکنه. انگل ها که شامل پروتوزوئرها هستن، آمیب ها، نماتودها و کرم های حلقوی و پهن. گرچه که میکروارگانیسم ها وجودشون لازمه در طبیعت و ما برای بقا به اونها وابسته ایم، اما بعضی از اونها به شدت میتونن آسیبزا باشن، چه برای انسان چه برای سایر زیستمندان. و اینجا مثالی از یک سوسک سوسری هست که میبینید سوسری ها اندام هایی روی پاهاشون دارن، زوایدی روی پاهاشون دارن که در واقع لابلای اینها انواعی از میکروب ها و
پاتوژن ها پیدا میشه، شامل سالمونلا، استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس و همینطور اینجا میگه که محلی برای ویروس پولیو یا همون فلج اطفال. و اگر دقت کنید وقتی که سوسری روی بدن راه بره خارش ایجاد میشه، خارش بسیار زیادی، و حتی اگر که در مواردی گزیدگی رخ بده جاش خیلی ملتهب میشه. اما اشکال زیستی آسیبزا شامل ویروس ها هستن مثل کرونا، باکتری ها مثل سیفیلیس، هیره گرد و غبار یا داست مایت ها، قارچ مثل کپک ها، انگل ها مثل کرمک و گرده ها مثل گرده های درخت توس یا قان. اما آلاینده های زیستی درون محیط های متفاوت باید بررسی بشه. در محیط آبی زمانی که پاتوژن ها وارد آب بشن یا از طریق پساب انسانی، حیوانی، مراکز فراوری غذا، مراکز پزشکی و کشتارگاه ها، میتونن این آلاینده ها مشکلات جدی‌تری رو بر سلامت انسان داشته باشن تا سایر اشکال آلودگی آب. این تخلیه مواد آلی به آبهای جاری سبب افزایش فعالیت میکروبی میشه که میتونه سبب کاهش غلظت اکسیژن آب بشه. از مهمترین بیماری‌های آبزاد میتونیم به تیفوید، کلرا یا وبا، اسهال خونی عاملی، هپاتیت، شیستوزومیاسیس، سوریشیا و پولیو یا همون فلج اطفال اشاره کنیم. همینطور انگل پروتوزوئری به نام ژیاردیا یکی از شایع‌ترین فرم‌های بیماری‌های آببرد در نه تنها ایالات متحده بلکه در خود ایران هم هست و اسهال خونی آمیبی و سالمونلا هم جزء این دسته قلمداد میشه. اما پاتوژن ها و عوامل عفونی در آب شامل باکتری ها هستند مثل سل، حصبه و وبا، ویروس ها شامل هپاتیت، فلج اطفال، پروتوزوئرها شامل توکسوپلاسموس، شیستوزومیاسیس و انگل ها مثل ژیاردیا، اسهال خونی عاملی و کرم آسکاریس. البته باید اضافه کرد که قارچ‌هایی مثل جنس آسپرژیلوس و کاندیدا هم در محیط‌های آبی و هم در خاک وجود دارن که میتونن باعث ایجاد بیماری بشن. به هر جهت انتقال انگل‌ها به وسیله آب یا غذای آلوده چیز خیلی مشخصیه و ورود این آلاینده‌ها به محیط آبی در واقع چرخه‌ای از انواع میکروب‌ها رو در این محیط ایجاد میکنه که این مواد ناشی از پساب‌های انسانی، حیوانی، بیمارستانی، کشتارگاه‌ها، دباخانه‌ها و مراکز فراوری غذا هستش. اما فاضلاب و پساب، بیماری‌ها و پیشگیری از اون. همونطور که اشاره کردم فاضلاب و پساب محتوی باکتری، قارچ، انگل‌ها و ویروس‌هایی که میتونن منجر به بیماری‌های گوارشی، ریوی و سایر عفونت‌ها بشن. باکتری هایی که میتونن سبب اسهال، تب، شکم درد و گاهی استفراغ، سردرد، ضعف یا بی‌اشتهایی بشن. برخی از این باکتری ها که به واسطه فاضلاب هم میشن شامل اشرشیا کولی، شیگلا، تب تیفوید یا حصبه، سالمونلا و کلرا یا عامل وبا هستند. قارچ‌هایی مثل آسپرژیلوس و سایر قارچ‌هایی که در کود و کمپوست رشد میکنن میتونن وارد محیط آبی بشن و باعث بروز علائم آلرژیک مثل آبریزش بینی، گاهی عفونت‌های ریوی یا تشدید آس و سایر مشکلات سلامتی بشن. از جمله ویروس‌هایی که میتونن وارد محیط آبی بشن هپاتیت A هستش که منجر به بیماری کبدی میشه و نهایتاً تمام تدابیری که ما برای کرونا ویروس داریم اجرا میکنیم، یعنی رعایت بهداشت، شستن مداوم دست‌ها، جلوگیری از تماس پوستی، سرفه،
زخم‌های باز که آلوده ممکنه بشن به سرعت، و همینطور راه تنفس، چشم‌ها و دهان باید معصوم بمونه، به خاطر اینکه خیلی از بیماری‌ها از طریق گرد و غبار و فواریس‌ها وارد بدن میشه. اما 3 مثال انگلی و باکتریایی واگیردار: اشرشیا که یک باکتری گرم منفی هستش و به واسطه مدفوع از راه بلع آب یا خاک آلوده به انسان منتقل میشه و قادر تا 60 سال تقسیم انجام بده و زنده بمونه. ژیاردیا انگلی که باعث بیماری ژیاردیاسیس میشه، روی سطوح درون خاک، غذا و آب آلوده با مدفوع انسانی یا حیوانی وجود داره، سبب اسهال میشه و به واسطه زره بیرونی که داره، پوشش سخت بیرونی، به خوبی میتونه بقا داشته باشه. و سالمونلا هم که یکی از بیماری‌های واگیر و همگیر محسوب میشه، درون آب، خاک و روی سطوح آلوده به بدن انسان منتقل میشه و باعث علائم مثل تب، دلپیچه، اسهال و مواردی از این دست میشه. اما علاوه بر انگل‌های تک‌سلولی میتونیم به انگل‌های جانوری چند سلولی اشاره بکنیم که گروهی از یوکاریوت‌ها شامل کرم‌های پهن و حلقوی هستند که با عنوان هلمینث ازشون یاد میشه، مثل علاوه بر این شپش‌ها، کک‌ها، کنه‌ها، هیراها و ساس تخت‌خواب و سایر انگل‌ها که ناقل بیماری‌اند، گرچه که در میکروارگانیسم‌ها طبقه بندی نمیشن، اما در مرحله از چرخه زندگیشون در فرم میکروسکوپی وجود دارن و به این دلیل که اهمیت بالینی و پزشکی دارن مورد بحث قرار میگیرن. اما یک مثال جالب در مورد موشه دیوانه یا پاراریکنیا لانگیکورنیس که یک ناقل ناخوانده و یک گونه مهاجم هستش که در نواحی جنوبی و شمالی ایران یافت میشه، در مطالعه در شهر بندرعباس صورت گرفته و در بیمارستان‌های چند بیمارستان این شهر این مطالعه انجام شده، نمونه‌گیری انجام شده و حدود 11 نوع پاتوژن مختلف روی بدن این موشه‌ها شناسایی شده، مثل عفونت ادراری، شبه دیفتری، اشرشیا کلی و که ناقل باعث اسهال خونی میشه. و همینطور مشخصا ما میدونیم که وقتی سوسری یا موشی تلف میشه که خب اینها خودشون ناقل بیماری هستن، اولین پیشگامانی که حضور پیدا میکنن بر سر بقایا و لاشه این جانداران مورچه ها هستن و به همین ترتیب این باکتری ها و ویروس ها از سطح لاشه به سطح بدن مورچه ها منتقل میشه. اینجا جدولی داریم از برخی از عفونت‌های باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی که باکتریایی مثل استافیلوکوکوس اوراوس، اشرشیا کلی، قارچی مثل کندیدا که اشاره کردم، این جنس هم در محیط آبی و هم در خاکی بیماریزا هستند. شیستوزومیا که یک بیماری انگلی هست و بیشتر از طریق حلزون‌های آبی منتقل میشه و بیماری‌های ویروسی مثل هپاتیتس سی، ای و مواردی از این دست. اما علاوه بر این مسائل ما آلاینده‌های زیستی درون خانه داریم و همیشه تصورم بر اینه که هوای محیط خانه خیلی خوب، معصومه و پاکتر از محیط بیرون هستش، در صورتی که آلاینده‌های زیستی درون خونه میتونن از طریق هوا جابجا بشن و اغلب نامرئی هستن. این آلاینده‌ها شامل پوسته و اجزای حیوانی یا انیمال دندر هستن، مثل مو، پر یا پوست حیوانات خانگی
هیره‌های گرد و غبار، سوسری‌ها یا اجزای باقی مونده از لاشه اونها، عوامل عفونی و بعضا واگیردار مثل کپک‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها، همینطور گرده گیاهان. علاوه بر این فعالیت‌هایی مثل سرمایش، گرمایش، دستگاه‌های رطوبت‌ساز، آشپزی، تمیزکاری و تمامی اینها سبب رهاسازی و احتمالاً پخش آلاینده‌ها در منزل میشه و برای جلوگیری از این مسئله ما باید بهداشت رو رعایت بکنیم، به صورت دوره‌ای تمیزکاری انجام بشه، حواسمون باشه که هوای تازه در خونه گردش داشته باشه و اینجا هم عامل باکتریای سل رو میبینیم و اون هم اجزای حیوانی. اما غبار زیستی چی هستش؟ اینها حیره گرد و غبار هستن یا داست مایت ها که جزو عنکبوتیان محسوب میشن و 4 جفت دست و پا دارن، 4 جفت پا دارن در واقع، و از جمله جانوران میکروسکوپی و بیماریزایی هستن که در خلل فروج موکت، فرش، تشک، رو مبلی ها و نظایر این زندگی میکنن و از سلول های پوستی مرده و قارچ‌ها تغذیه میکنن. بنابراین اگر که بهداشت محیط خانگی رعایت نشه، جمعیت اینها زیاد میشه در تراکم بالا و فراوانی زیاد میتونن باعث بروز آلرژی و خارش بشه. همونطور که گفتم واکنش تنفسی ناشی از آلرژن ها و پاتوژن ها، عوامل مثل گرده گیاهان، هیره‌های گرد و غبار، پاتوژن های هوابرد، قارچ و کپک هستن و حساسیت های مثل خارش پوست و حلق، آبریزش بینی، قرمز شدن چشم، سرفه و عطسه رو ایجاد میکنه. اما حساسیت و التهاب واکنش به آلاینده های حساسیت زا. بسیاری از آلودگی‌های زیستی هوابرد هستند و همزمان با تنفس وارد بدن ما میشن و هوایی که ما برای بقا به اون نیاز داریم ممکنه آلوده باشه. این آلودگی میتونه ناشی از ذرات کوچیکی مثل قارچ‌ها که اصولاً کپک‌های زنده و مرده، هیره‌های گرد و غبار یا سوسری‌ها هستن که میتونن واکنش شیمیایی در بدن ما ایجاد بکنن. ماهیچه‌های اطراف نای و نایجه‌هایی که هوا رو به درون شش‌های ما میارن دچار انقباض میکنه و نهایتاً کوچک شدگی قطر نای و نایجه‌ها رو به همراه داره و نهایتاً به بروز آسم ختم میشه. اما هانتا ویروس که یکی از دلایل همه‌گیری این ویروس میتونیم بگیم اینه که در اثر تغییر اقلیم گسترش پیدا کرده و دلیلش هم تغییر در الگوهای بارندگی هستش در برخی مناطق که چند مطالعه انجام شده و این هانتا ویروس از طریق جوندگان، مدفوع جوندگان به انسان منتقل میشه. یه چیزی تو مایه‌های همون توکسوپلاسموس که از طریق مدفوع گربه به انسان منتقل میشه، ولی این هوابرد هستش. به هر حال الگوی بارندگی تغییر پیدا کرده، بارندگی زیاد شده، گرما زیاد شده، پوشش برفی کمتر شده یا از بین رفته در زمستان و شرایط مطلوب شده برای زادآوری و تغذیه ولها که نوعی از جوندگان هستند و بنابراین فراوانی این جوندگان باعث شده که میزان بیشتری از فضولات پخش بشه و در نهایت با خشک شدن اونها و پود شدن، وارد شدن به هوا از طریق استنشاق وارد ریه میشه و مشکلات خیلی زیادی میتونه ایجاد بکنه برای انسان. اما درختی داریم به نام درخت کانوکارپوس یا کویتی که 2 گونه از اونها در ایران وجود داره
و گرده‌های به شدت حساسیت‌زایی تولید میکنه. چند سال اخیر در استان‌های جنوبی به ویژه شهر اهواز در فصولی که ریزگردها وجود دارند، علاوه بر ریزگردها واکنش‌های تنفسی شدیدی مشاهده شده و افراد زیادی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند که میتونه ناشی از گرده‌های این گیاه باشه. مطالعات زیادی انجام شده بر روی این درخت و اثبات شده که به شدت حساسیت‌زا، گرده‌های حساسیت‌زایی داره. علاوه بر این خاصیت دگر آسیب‌زایی داره، یعنی اینکه ریشه این گیاه باعث به اصطلاح واردسازی بعضی از سموم به خاک اطراف خودش میشه. اما آلودگی زیستی درون خاک احتمالاً توجهات زیادی معطوف آب و هوا هستش، اما نباید فراموش کرد که آلاینده‌های زیستی زیادی هم در محیط خاک وجود داره، مثل عامل کوزاز، بوتولیزم و سیاه‌زخم که اینها میتونن از بستر خاک نشأت بگیرن و ما همه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این بستر حیات یعنی خاک سر و کار داریم. بومشناسی میکروبی خاک نشون میده که چگونه عوامل تعیین کننده توزیع و فراوانی ریزیست مناقاشی و باکتریایی در خاک مشخص میشه. به هر حال این یک گراف مشخصی هستش، اما عواملی مثل پولیو ویروس یا فلج اطفال، ویبریو کولرا یا در واقع وبا، هپاتیت A، اسهال خونی آمیبی، شیگلا و مواردی از این دست در محیط‌های خاکی وجود دارند و بعضا میتونن ناشی از فاضلاب‌هایی باشن که به محیط خاک وارد میشه. علاوه بر سلامتی انسان، خاک آلوده میتونه از نظر اقتصادی آسیب‌های زیادی رو وارد بکنه که در واقع این آسیب‌های اقتصادی بیشتر متوجه گیاهان هستش و محصولاتی که ما کشت میکنیم. لیستی از پاتوژن‌های قارچی، پلاسمو دیوفوریدها، اومسیدها، پاتوژن‌های باکتریایی و امثال هم در این جدول آورده شده، ولی مثال خیلی واضح‌تری هست از پاتوژن اومیسیتی که سبب خشکیدگی گونه‌های خانواده سرها میشه، به ویژه برای گونه پیرو یا اربس که در استان گلستان یافت میشه و همینطور سرو ضربی. اما سمی و زهرآگین، تفاوت‌ها و تعاریف. مواد سمی توسط یک سلول یا میکروارگانیسم تولید میشن که با نام تاکسین ازشون یاد میشه. اما مواد سمی که به صورت آزمایشگاهی تولید میشن با واژه تاکسیکانت شناخته میشن. زهر و سم یعنی ونوم و پویزن در تاکسین ها جا میگیرن و با این حال تفاوت هایی دارن. پویزن یا سم تاکسین هایی هستن که از طریق بلع، لمس یا جذب به واسطه پوست وارد بدن میشن و تنها در دفاع از موجود کاربرد دارن. بسیاری از گیاهان پویزنوس هستن، سمی هستن و علاوه بر این بعضی از قورباغه‌هایی که در حوزه آمازون وجود دارن و یا وزغ‌ها که به واسطه غده پاروتئیدشون این سموم رو تولید میکنن و به صورت لمسی و جذب پوستی به بدن میزبان منتقل میکنن. همینطور
تاکسین های گیاهی جلبکی مثل سیانوباکترها و باکتریایی مثل کوزاز که میتونن سبب آزادسازی سم به بافت مغز و آسیب سیستم عصبی بشن در این طبقه قرار دارن. اما ونوم هستش که ونوم در واقع تاکسین هایی هستن که برای هدف مشخصی مثل شکار یا دفاع تکامل پیدا کردن و توسط عضوی خاص وارد بدن میزبان میشن. تاکسین ها اما تاکسین ها در چند طبقه اصلی وجود دارند، شامل سیانوتاکسین ها، دینوتاکسین ها، نیتروتاکسین ها، میوتاکسین ها، نوروتاکسین، سیتوتاکسین که خود اینها باز زیر طبقاتی دارند. و نهایتاً به صورت یک گراف ما تفاوت سم، پویزن، تاکسین، سم، تاکسیکنت، مواد شیمیایی سمی، پویزنوس یعنی جاندارانی که سمی هستن و ونوموس یا جانورانی که زهرآگین هستن رو میبینیم. برخی از سموم ارگانیک خطرناک که توسط بلع، استشمام یا لمس وارد بدن ما میشن شامل بوتولیزم هستش، باکتری آنتراکس، سم رایسین که از دانه گیاهی کرشک استحصال میشه و آماتاکسین ها یا میکوتاکسین ها که سموم قارچی هستند. اما آلودگی زیستی و مسمومیت غذایی هم یکی از نکاتی هستش که لازم بهش اشاره بشه. آلودگی زیستی در غذا زمانی اتفاق میفته که غذا توسط زیستمندان یا مواد حاصل از اونها آلوده بشه. این مواد میتونه به وسیله انسان‌ها، جوندگان، حشرات و ریزیستمندان ایجاد بشه و به هر جهت بسیاری از باکتری ها که سموم اگزوتاکسین تولید میکنن مثل استافیلوکوکوس اورائوس، باسیلوس سرائوس و کلوستریدیوم پرفریجنس اینها مشکلاتی ایجاد میکنند و نهایتا آنچه که مشخصه دیگه قابل بیان نیست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به این کتاب مراجعه بکنید. کتاب بسیار جامع و مبسوطی هستش، نکات خوبی رو راجع به مسمومیت غذایی درش وجود داره.